بریم سراغ اخبار هفتگی کانادا. تو هفته‌ای که گذشت چه اتفاقاتی افتاد؟ خبر در مورد صف‌های طولانی صدور ویزا داریم که چه اتفاقاتی افتاده و یه خبر خوب در مورد اینکه جودیشال ریویو یا اینکه ببرید دادگاه پروندهتون و مدتش اضافه شد بهش. این خبر اولمون. خبر دوم در مورد اینکه دانشجوهای بین‌المللی به صورت بی سابقه‌ای دارن درخواست پناهندگی میکنن، چرا و چه تأثیر روی شما داره بحث خواهد شد. خبر سوم در اینکه آقای مارک کارنی اومده یک بخشنامه‌ای داده که اومده کم کردن سطح میزان مهاجرت رو به وزیراش دستور داده، در موردش صحبت می‌کنیم. و خبر آخر که حتما توصیه می‌کنم ببینیدش اینه که بسته شدن خیلی از برنامه‌های PNP یا اسپانسرشیپ‌های استانی و در قبالش افزایش دعوتنامه‌های اکسپرس انتری و ظرفیت اکسپرس انتری چه تأثیری داره، برای کیا خوبه و چه جوری به درد شما میخوره، این رو حتما دقت بهش بکنید. بریم. سلام، لطیفی هستم، مشاور رسمی مهاجرت و فارغ التحصیل دکتری دانشگاه ملبورن. بریم ببینیم تو این هفته تو کانادا چه اتفاق افتاد. خبر اول این که خب هممون میدونیم یه دوستی حتما داریم که پرونده صدور ویزاشون به طولانی مدت زیاد شده. یعنی چی؟ یعنی مثلا اومدین درخواست ویزای دانشجویی دادین، ماکل 2 سال منتظره، یا ویزای کار دادن بعد 3 هفته میومد، یه ماهی میومد، الان 7 ماه 8 ماه دارن که منتظرن بندگان خدا و هیچ کاری از دست هیچ که بر نمیاد. این افزایش ها و خود دولت اومده اینها رو تصدیق کرده و گفته آره چنین اتفاقی میفته، داریم سعی میکنیم که به این بحران ها پاسخ بدیم، ولی ما عملی از دولت نمیبینیم، به خاطر اینکه نه تنها نیروهاشون اضافه نکردن بلکه چند وقت پیش خبری اومده بود که می‌خواستن نیروهاشون حتی کم بکنن، ولی در قبالش اومدن یه دوره 45 روزه برای اینکه اگر اپلیکیشنتون رد شد، چون بعضی موقع الکی 2 هفته‌ای رد میکنن، اومدن دوره کورت بردنش رو یه 45 روز بهش اضافه کردن. قبلا 30 روز بود، الان یه 45 روز هم بهش اضافه کردن که مجموعاً میشه 75 روز. این چرا به دردتون میخوره که شما بعضی موقع مثلا درخواست نوت میدید، نوتتون تا بیاد طول میکشه و این همه باعث میشه که وقت بیشتری داشته باشید که اعتراض بزنید، بتونید مدارکتون رو جمع کنید، اصلا مشاوره بگیرید که آیا شما باید اعتراض بزنید یا نزنید. این وقت بهتون میده که شما بتونید این کارا رو انجام بدید. پس این خبر اول. نگران نباشید اگه پرونده هاتون زیاد داره طول میکشه، متاسفانه چیزیه که در شرایط الان طبیعیه. بریم سراغ خبر دوم. این که تعداد بی سابقه دانشجویانی که پناهجو شدن. ببین دقت کنید، این تعداد طبق آماری که خود دولت داده 6 برابر شده از سال 2019 و نسبت به سال گذشته همین موقع تو سال 2025 22% افزایش داشته. شما نگاه کنید 6 برابر شده از سال 2019. حالا میفهمید که چرا انقدر ویزای دانشجویی رد میشه، چون میخوان راهکاراشو سخت کنن. اما بهتون میگم راهکاراتون چیه که درصد قبولی پذیرش‌های دانشجوییتون و ویزای دانشجوییتون رو ببرید بالا. پس ببین نگاه کنید، دولت اومد چیکار کرد؟ تعداد مهاجراشو کم کرد. راهکارهایی که آورد، اومد گفت مثلا همسراتون نمیتونن تو خیلی رشته ها بیان ورک پرمیت بگیرن، کار بکنن. اصلا قدغن کرد یه سری رشته ها رو که از این همسراشون ورک پرمیت بگیرن که مطمئن بشه دانشجوهای واقعی وارد میشن. تعداد ساعت کارشون اومد کم کرد، برگردون به دوران ما قبل کرونا و اومد آمار در آورد کالج هایی که کم کیفیت بودن رو اعلام کرد. نرین از کالج های بی کیفیت و کم کیفیت پذیرش بگید و روش درخواست بدید. اسم این کالج هایی که درصد پناهندگیشون خیلی بالا، الان من براتون میگم. کالج کانستوگا که 720 تا درخواست پناهندگی از دانشجویی که تو سال گذشته بودن دادن. کالج سنکا 650. در مورد سنکا باید بگم کیفیت خیلی خوبی داره، ولی به خاطر اینکه میتونم بگم جمعیت ایرانی بالایی داره و فکر میکنم این چون کالج سنکا کالج خیلی خوبیه، ولی احتمالاً چون درخواست پناهندگی ازش زیاد شده اومده جزو این لیست قرار گرفته. کیفیت کالج بالاست. دانشگاه یورک هم تا حدودی داره اینجوری میشه. جمعیت بالایی ایرانی دادن، درخواست پناهندگیشون رفته بالا و اینها همه باعث رد ویزا میشه. سعی کنید برید از دانشگاه‌های دیگه مثل TMU، از دانشگاه مثل براک، از اینها دعوتنامه بگیرید. مشاورتون خواستید، بچهای تیم ما به طور رایگان بهتون مشاوره میدن، حتما بهشون بگید. دیگه کالج ها و دانشگاه دیگه چیان؟ یونیورسیتی د کوبک 500 تا داشته، نایاگرا کالج اصلا طرفش نه 495 داشته و کالج الیس 475 تا داشته. اینها جزو دانشگاه ها و کالج هایی بودن که درصد پناهندگی بالایی داره. توصیه بهتون میکنم اصلا ازشون درخواست پذیرش از خارج خاک نکنید. اینم خبره دوم.
بریم سراغ خبر سوم که آقای مارک هاردی اومده یک بخشنامه‌ای داده و مندیت به قول خودشون که اومدن از مردم رأی گرفتن پس باید اجراش بکنن. طبق خبری که همیشه گفته بود میخواد میزان مهاجرت به زیر 1%، مهاجرت دائم رو به زیر 1% جمعیت بیاره و مهاجرت موقتی که دانشجوها و ویزای کاری میشه بیاره زیر 5% که اینها با اهداف آقای ترودو همخونی داره. به طور کلی همونطور که تو ویدیو قبلی هم گفتم این خبر خوبیه. حتی خبر خوب که یعنی این که حداقل پیش بینی من اینه که با وجود این وزیر مهاجرت جدید به نظر من شرایط بسیار منظم‌تر خواهد شد یا به قول خودشون استریملاین میشه و احتمالاً نظم بیشتر در سود ویزاها یا حتی اگر قرار رد بشه رد ویزاها خواهیم دید. این خبر سوم. بریم سراغ خبر چهارم که خبر بسیار مهمیه. بریم سراغ خبر چهارم که آیا بسته شدن PNP یا دعوتنامه استانی و افزایش ظرفیت اکسپرس انتری به نفع ما هست یا به ضرر ما هست. ببینید مثلا چی اون استودنت استریم بریتیش کلمبیا که دانشجوها میتونستن سرش دعوتنامه بگیرن بسته شد، فعلا متوقفه. خب خیلی الان ناراحت، ولی اومده ظرفیت اکسپرس انتری از 39% به 53% افزایش پیدا کرده. اکونومیک ایمیگریشنش شده 124590 تا در سال 2025 که خبر خیلی خوبی، ظرفیت بسیار زیاد شده. اونایی که داخل خاک هستن البته این خوبی ها شامل حالشون میشه. حالا چرا؟ اگه این ویدیو رو ندیدید حتما ببینید. در مورد ایمیگریشن کل کانادا و وجود آقای کارنی توضیح دادم که چه تغییراتی ایجاد میشه. تو ویدیو گفتم این علی نامی از داخل خاکی که باشه این تغییرات براش ایجاد میشه و این کارا رو باید بکنه. حالا این علی نام فرض کنیم یه آدمی 27 ساله است، دانشجو بوده، اومده اینجا توی آنتاریو توی یکی از دانشگاه کالجش مثلا لیسانس ریاضی گرفته و دو تا راه داشت قبلا که یکی از استانی بگیره، یکی از اکسپرس انتری. علی بعد از که درسش تموم شد چون تو آنتاریو کار پیدا نکرد، مثلا جا آفر خوب داشت منیتوبا داشت، مثلا رفت منیتوبا، اونجا 2 سال کار کرد، الان میخواد دعوتنامه استانی بگیره. الیجیبیلیتیش چیه؟ اگر دعوتنامه استانی فرض کنید تو آنتاریو یا منیتوبا بگیره خود 1-2 سال طول میکشه تا اون اپروو بشه، مدارکش بررسی شه، بعد بره اکسپرس انتری. کلا 2 سال حداقل طول میکشه که کارش بررسی بشه، اقامت دائمی شه. در صورتی تو اکسپرس انتری اگر دعوتنامه بگیری 1 سال دیگه احتمال خیلی زیاد مشکل خاصی برنخوره، تمام کاراش انجام میشه. غیر از اینکه سریعتر کار علی انجام میشه، دومیش اینه که بحث الیجیبیلیتی واجد شرط بودنه. اگه برای منیتوبا بخواد اقدام بکنه، فرض کنیم مثلا الیجیبل منیتوبا، اگه خارج از خاک استان منیتوبا درس خونده باشی جریمت میکنه، امتیاز منفی بهت میده، میگه اینجا نمیای درس بخونی. حالا اون خب نسبت به رقابش خیلی امتیازش کم میشه و اون شاید اصلا واجد شرط نشه. همین علی بخواد برگرده آنتاریو، دعوتنامه از آنتاریو بگیره، آنتاریو از جا آفر میخواد، شرطش دوباره سخته. ولی اکسپرس انتری چیه؟ سابقه کار کانادایی داری، کانادا درس خوندی، CLB علی CLB 9 داره، 9 داری، اوکی بیا امتیازاتو بذار سرانگشتی حساب کردیم، امتیاز علی میشه 537 تا که حوالی امتیازاتی که دارن دعوتنامه میگیرن و میتونه از اکسپرس انتری دعوتنامه بگیره توی فاصله 6 تا 1 سال، فاصله زمانی 6 تا 1 سال کارش تمام بشه، اقامت دائمیشو بگیره. پس این اتفاق خوبیه که برای خیلی افتاده. اگر پورتال اکسپرس انتری ندارید حتما ایجاد بکنید. مطمئن باشید که ناکد درست انتخاب میکنید، جز ناکدهایی که مورد نیازشونه که دعوتنامه بگیرید. اگه مشاوره خواستید حتما کانال مشاوره کامنت بکنید و کانال ما رو هم دنبال بکنید، سابسکرایب بکنید، لایک بکنید، برای دوستانتون بفرستید تا از تمام اتفاقاتی که در کانادا و استرالیا میفته با خبر باشید. ممنون که تو ویدیو با ما بودید. ما رو حمایت بکنید، سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای با کیفیت تری براتون بسازیم تا ویدیوی آینده. خدا نگهدار.